سلام به همه. امروز می‌خواهم شما را با شرکتی آشنا کنم که افق شهرها و زیرساخت‌های ما را متحول می‌کند. اگر به توسعه شهری و مهندسی عمران علاقه دارید، این نامی است که باید به خاطر بسپارید. نویان سازه سبلان در طیف گسترده‌ای از خدمات ساختمانی تخصص دارد. از ساخت جاده و محوطه سازی گرفته تا اجرای دقیق جدولکشی و مسیرهای زیرساختی. ما متخصصانی هستیم که پشت جاده‌های آسفالته هموار که بر روی آنها رانندگی می‌کنید و پیاده‌روهای سنگفرش شده زیبایی که در امتداد آنها قدم می‌زنید قرار داریم. شرکت نویان سازه سبلان فراتر از پروژه‌های سطحی نیز فعالیت می‌کند. ما همچنین در ساخت سازه‌های بتونی، سدسازی و انواع مختلف مهندسی عمران استاد هستیم. شبکه‌های پیچیده آبرسانی ساختمان‌های مستحکم و سیستم‌های کارآمد فاضلاب را تصور کنید. نویان سازه سبلان در همه اینها نقش دارد. چه چیزی ما را متمایز می‌کند؟ رویکرد جامعه نویان سازه سبلان به توسعه شهری است. تخصص شرکت نویان سازه سبلان به یک حوزه محدود نمی‌شود، بلکه طیف وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. چه ایجاد پیاده‌روهای موزاییکی زیبا برای ارتقای زیبایی شهری باشد و چه ساخت دیوارها و ساختمان‌های محکمی که در برابر گذر زمان مقاومت کنند. شرکت نویان سازه سبلان همه این کارها را انجام می‌دهد. پروژه‌های ما فقط نیازهای اساسی را برآورده نمی‌کند، بلکه کیفیت زندگی شهری را ارتقا می‌دهد. تعهد این شرکت به کیفیت و نوآوری در هر پروژه‌ای که انجام می‌دهد مشهود است. ما از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنیم و از متخصصان ماهری بهره می‌بریم که هر روز بهترین عملکرد خود را ارائه می‌دهند. هدف نویان سازه سبلان چیست؟ اطمینان از اینکه هر پروژه به موقع در چارچوب بودجه و با بالاترین استانداردها تکمیل می‌شود. به معنای همکاری با تیمی است که برای دقت، خلاقیت و پایداری ارزش قائل است. به معنای مشارکت در میراثی از برتری در توسعه شهری است. بنابراین چه به دنبال شروع یک پروژه جدید هستید یا به دنبال یک شریک قابل اعتماد برای توسعه‌های مداوم هستید، نویان سازه سبلان انتخاب شماست. ما پیچیدگی‌های ساخت و ساز شهری را درک می‌کنیم و تجربه‌ای غنی را برای هر چالشی به ارمغان می‌آوریم. از تماشای شما متشکریم.